عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. برخیز و مخور غم جهان گذران، خوش باش و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفای بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. بر موجب عقل زندگانی کردن شاید کردن، ولی ندانی کردن. استاد تو روزگار چابک دست است، چندان به سرت زند که دانی کردن. گر با خردی تو حرص را بنده مشو، در پای طمع خار و سرافکنده مشو. چون آتش تیز باش، چون آب روان، چون خاک به هر باد پراکنده مشو. خیمه خیام.